سلام و درود به همه دوستای گلم، چطورید؟ امیدوارم هر جا کسی تو خوب باشه. من داوودم، اینجا کانال پرو سیگنال فیکسه. اومدیم با یه تحلیل جدید، تحلیل جذاب روی اونس طلا توی هفته پیش رو که ببینیم توی این هفته ما چی کاریم. آیا باید منتظر بای باشیم، باید منتظر سل باشیم، یا اینکه از این کاری نکنیم، ولش کنیم بره در امان خدا. خب ببینید توی چارت طلا ما اومدیم این نقدینگی این پایین رو جمع کردیم. یه لحظه نقدینگی این پایین رو جمع کردیم. از طرفی اومدیم نقدینگی این بالا رو جمع کردیم و توی یک همچین محدوده مهمی یه فیجی که بعد از ریزش میده و حتی میشه گفت یه فیجی ریجکت قیمت رو دیدیم. خب من اگه بخوام بگم که من تا کجا سلرم، این گام حرکتی من توی این زون درست همچه حرکتی پس من هنوز توی منطقه پریمیوم هستم. پس انتظار دارم طلا توی منطقه دیسکونت حداقل بیاد و وارد پوزیشن‌های بای بشم. خب ببین اول از همه من این محدوده رو براتون بکشم. ببین یه نیم محدوده رو داریم و یه دونه این محدوده و یه دونه اینجا. اینجا یکم میشه گفت محکمه برای اینکه قیمت رو برگردیم به سمت بالا، ولی من در درجه اول قیمت 3818 و 3720 رو برای طلا پیش بینی میکنم که البته توی هفته پیش رو احتمال داره مثلا تا اینجا بیاد زیر جمع کنه. هر جا کسی دوستتون دارم، امیدوارم که تریدر خوبی توی هفته پیش رو بزنید و موفقیت زیادی کسب کنید. ارادت.